اگه مخرج مشترک بلد نیستی یعنی کسر بلد نیستی. بیا اینجا، من میخوام بین این دوتا کسر اول مخرج مشترک بگیرم، چون تو جمع و تفریق نیاز داره به مخرج مشترک. نگاه کنید 12 و 18 رو تو دو تا دایره می‌نویسیم. 12 و 18 به 2 3 و 6 بخش پذیرن. من بزرگه رو انتخاب میکنم و جفتشون رو به بزرگه تقسیم میکنم چون زودتر به جواب برسم. 12 تقسیم بر 6 2، 18 تقسیم بر 6 3. به صورت ضرب دری 2 رو در 18 ضرب میکنم، 3 رو در 12 ضرب میکنم. جواب 18 ضرب در 2 و 12 ضرب در 3 میشه 36. 36 رو بچه ها اینجا مینویسیم، میگیم 12 چی شده 36 ضرب در 3. هر بلایی سر مخرج بیاد سر صورت هم همون بلا میاد. 5 تا 15 تا 18 ضرب در چند شده؟ ضرب در 2. پس این رو هم ضرب در 2 میکنم صورتش رو. 1 2 تا. حالا دیگه کار تمومه. مخرج 36 رو اینجا میذاری، صورت ها رو با هم جمع میکنی. جواب میشه 17 36. به همین راحتی میتونی کسرا رو جوابشو به دست بیاری. جواب بعدی رو هم شما لطفا برای من به دست بیاری. حتما برام کامنت کنید. موفق باشید.